جانم. خانم دکتر، یه مریض اومده میگه تو هوای سرد رفته بیرون، شونه یخزده گرفته. دکتر، بیمار جان. زنگ زدن با شما کار دارن. چیکار دارم؟ مثل اینکه شما گفتین کمردردشون از دیسکه، اما فیزیوتراپی گفته از سیاتیکه. خب یه اماره کمر نوشتم، اینو انجام بدین تشریف بیاریم بفهمید. ببخشید دکتر، میشه برام امارای کل بدن بنویسید؟ دکتر، جان. من زانوم درد میکنه، میشه برام تراکم استخوان بنویسید؟ خب ببینید شما زانوتون آب آورده، بایستی ما مایعش رو تخلیه کنیم. میشه این کارو نکنید؟ چرا؟ آخه چند سال پیش آب زانوی بابامو کشیدن، آرتروزش بدتر شد. دکتر، جان. مریض زنگ زده میگه کاندوم دستش پاره شده. نشستم به در نگاه میکنم، دریچه آه میکشد.